این کریپر بدبختی که اینجا ببینید بین ماینکرافت پلیرها اسمای مختلفی داره. کریپر برقی، کریپر شارژی، سوپر کریپر. با اسمش کاری نداریم، اما اگه بخواید یه کریپر ساده رو به همچین کریپری تبدیل کنید چند تا راه بیشتر ندارید. یا اینکه منتظر بمونید یه رعد و برق بهش بخوره و عملا شما باید بیافتید دنبال یه کریپر و منتظر باشید که رعد و برق یا همون ساقه بخوره بهش، خسته میشید. و اگه بخوایم تعدادی از این کریپرها رو تبدیل کنیم به سوپر کریپر، شارژر کریپر یا هر چرت و پرت دیگه‌ای، یه روش خیلی باحال وجود داره. روشش خیلی آسونه. اول شما میایید یه دونه کاپر رو میذارید اینجا، یه دونه لایتنینگ رود میذارید روش تا اینجاش خیلی آسونه. بعدش میاد هر چقدر که خواستید یه دیواری میبرید بالا. عشق کن. بعدش میایید اینجا به تعداد دلخواه کریپر اسپام میکنید. بعدش میایید با این کامندی که اینجا میبینید هوا رو به هوای طوفانی تبدیل میکنید. بعدش یه دونه ترایدنت یا به قول خودمون چنگالو میگیریم دستمون، این وسط نشونه میگیریم و هر چه کریپر داریم تبدیل میشه به همون سوپر کریپر. و اینکه بهم بگو من این همین کریپر رو چیکار کنم. الان هر کی کریپر میخواد بیاد ببره. اگه از این ویدیو خوشت اومد چنل رو سابسکرایب کن.